سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر. ما الان اومدیم شمال شهرستان خفر میدونید کجا؟ الان میخوام براتون معرفیش کنم. خفر یه جای خیلی خوب، طبیعت خوب، آب و هوا خوب، 4 فصل، از همه لحاظ خوب. تازه برق هم نمیره توش، چون که همه برقا امامه. شوخی کردم. برق هم میره 2 ساعت روزی، حداقل 2 ساعت. بعضی موقع بین 2 ساعت و یه ربع ساعت هم میره. نمیدونم اون ربع ساعت تو مشکل سیستمیه یا یه بچه فضولی اونجا نشسته میگه بذار یه ربع ساعت هم ببرن حالشون بگیرم. همینجوره خدا گیری. همین یه 2 ساعتی صبح میزور میره، 2 ساعت شو، یه 2 ساعتی هم یه ربع ساعتی هم وسط تو یهویی میره، بعد ربع ساعت میاد. خب برق نه بله برق دیگه. حالا برق یه چیز عادی شده برای مردم، جا افتاده. روز 6 ساعت هم بره دیگه ما خودمون پوستمون کلوف شد. یه جور بهتون بگم، اینجا طبیعت خفر، باغات شهرستان خفر دوستان، خیلی آب و هوای خوب، شیک، مرتب. اینا یک کمی هم بگیرم این برا، سرسبز. ولی البته شانسمون رودخونه‌مون خوش شده فعلا، ولی آبای زیرزمین خدا رو شکر هنوز هست. اگه با امید خدا آبو سهمیه بندی کنه دیگه، آبو هم میتونیم نگه داریم. برقو فعلا نگه داشتیم، آبو هم میتونیم نگه داریم. فقط مهم اینن آبو رو بتونن سهمیه بندیش کنن. به هر حال آقا سرتون درد نیارم. طبیعت خفر و هم میبینی، نگاه کن من از جاده اصلی چقدر فاصله دارم. خیلی من قولوش الان 10 دقیقه تو خاکی دارم میام، یه باری بزنم. این بار اناره که دیگه انشالله فردا امشب با امید خدا بریم میدون تره‌بار شیراز. دوستون دارم. البته ماشین من به نظرم دیگه فهمیدید چیه. وانتافه معرفی میکنم. ماشینم وانتافه، ماشین عروسک خوشگل دوست داشتنیمه، خیلی دوستش دارم. وانتافه خودمه ولی تو شناسنامه اسمش فانتومه. اینجوری بهش میگن وانتافه ولی تو شناسنامه اسمش فانتومه. فانتوم F14. آره عزیزم، اینم انار باغات شهرستان خفر. انار شیرین داره، میخوش داره، دون قرمز، دون سیاه، بیعصه، همه جی داره. اوکی، مرتب، فول. دوستان پاتون گرفت اینجا، حتما تو باغای خفر برید، یه 2 تا انار چمکی شده بخورید که بشه یه خاطره براتون. خب دوستون دارم، میخوام برم من آنم بار بزنم دیگه، کن رسیدم. جلوتر میبینی ساختمونو، اونجا باید برم بار بزنم. بای بای.